سلام بچه، چطورید؟ یو حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یک ویدیو خرابکاری دیگه. این فکر کنم اولین ویدیو خرابکاری چنله. خرابکاری واقعی، کیک نیست، واقعیه. خب بچه ها، امروز یه خرابکاری قرار انجام بدیم. ما به چند تا وسایل احتیاج داریم. به اولین وسیله‌ای که احتیاج داریم یه پلاستیک فریزر، چسب و از این دراژه های ترش میوه‌ای که همه سوپریا دارم به قیمت 20,000 تومان. بله 20,000 تومان. و یه قیچی که امیدوارم حالا یوتیوب گیر نده به این داستان. حالا اگه سانسورش کردم دیگه ببخشید دیگه، به خاطر قوانین یوتیوبه. خب بچه ها، اولین کاری که میکنیم پلاستیک فریزر رو اینطوری بادش میکنیم که هوا بگیره. بعد بادش رو خالی میکنی. بعد حالا این یارو کیکس مکس رو باز میکنی، یه درش رو اینطوری میگیری میریزی، به مقدار مورد نیازت میریزی، هر چقدر که میخوای میریزی. یه خورده هنوز باید به نذاره. تموم شد. فاک تموم شد. خیلی که حالا مهم نیست. فوقش سبز میریزیم. اوه زیاد شد. خب بچه های عزیز، به من در اینم ببندم. خب اینا اینطوری بادش رو خالی میکنیم و اینا به این شکل گرش بیزن. شکل توت فرنگی شد، باحال شد. اینو که اینطوریش کردیم چسب میکنیم به مقدار، بذارید من اینو بذارمش کنار، یه 5 سانت چسب میکنیم. بعد این یاروه رو که بهتون گفتم اینو یه چسب میزنید به از اون جایی که میخواید ببریدش که نبره، یعنی اینکه مثلا مقاومت پذیر بشه. نمیدونم منظورم میگیرید یا نه. خیلی خوب، اینو اینطوری میبندیمش. بعد میبندیم. فقط هم این یارو سرشو چسب میزنیم ها، این پاییناشو چسب نزنید. اینجا قراره حالا دیگه چرا دارم توضیح میدم. فقط به نکاتی که میگم چی کنید، عمل کنید تا نارنجک دستیتون خراب نشه. نارنجک دستی. خب قیچی رو برمیداریم. امیدوارم که انشالله یوتیوب به اون گیر نده. از اینجا میبریمش. الان یه همچین شکلی به دست اومد. حالا اینم باز سرشو حالا باز چسب میزنیم. سرشو که البته حرف قشنگی نیست ولی خب اینجا شو این بخششو چسب میزنیم. سب کنید تا چسب بزنم اینجا شو. خب الان این یه چیز نارنجک دستیه. شما همین الان هر کسی واسهتون پر روی کرد بگی چی؟ اینو بکوبونی تو صورتش، کل بدنش کیکس مکس پر میشه. یه کسی جرئت نره بهتون چیزی بگه، اینو میکوبونی تو صورتش. بوم. بچه‌ها، اینم بود از این ویدیو. امیدوارم محتوای خوبی واسهتون تولید کرده باشم. و اینکه مرسی که این ویدیو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دیگه عالم ویدیوهای خفن در راهه. قراره واسهتون یه عالم ویدیوهای خفن بگیرم که مانند این نارنجک که طوری بکوبونیش قشنگ زمین همش پاره میشه. خودم قبلا امتحان کردم، طوری همش پاره میشه و
آره دیگه، مرسی که این ویدیو تموم شد. خیلی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه دوستتون دارم. بای بای.